خیلی بی‌کیفیتن. دستگاه روشن نمیشد. بعد اومدیم پشت کار رو باز کردیم. المنت دستگاه چرکیده است، میبینین؟ اینا تو بازار جنس این کوبلا با اون کوبلی که اونجاست. سلام. این کوبلا کیفیتشون زیاد خوب نیست، برای اینکه شما چندین بار پشت سر هم آب و جوش بیارین این دستگاه اصلا کیفیت نداره. این قطعات فقط در حد اینکه یه بار آب و جوش بیارین، بعد از اون میخواین جوش بیارین باید حداقل یه نیم ساعت بهش زمان بدین تا این کوبلا خودشونو خنک کنن. این سیمایی که توش هست برای اندازه این جریانی که این المنت میکشه خیلی ضعیفن، به خاطر همین این اتفاق برایشون میفته. در کل عمر کوتاه مدتی دارن. اینا هم تعمیر نمیشه. رو کافه پرس المنت پرس کارخونه‌ایه. یه راه حل داره، این که اینجا تراش بخوره، از داخل دستی المنت کار گذاشته بشه. اونم که برای این دستگاه ارزشی نداره که بخواد این همه هزینه بشه. ممنونم از اینکه نگاهمون کردین.